میدونی که قلب نهنگ آبی بزرگترین موجود روی زمین چقدر عظیمه؟ قلب یه نهنگ آبی میتونه تا 1000 کیلوگرم وزن داشته باشه و اندازه یه ماشین کوچیک باشه. ضربان قلبش وقتی شنا میکنه حدود 8 تا 10 بار در دقیقه است. ولی وقتی زیر آب میره میتونه به 2 بار در دقیقه هم برسه تا اکسیژنش ذخیره بشه. رگ‌های خونی قلبش آنقدر بزرگن که یه انسان میتونه بدون مشکل از داخلش رد بشه. این یعنی هر بار که نهنگ نفس میکشه خون مثل رودخانه عظیم در بدنش جریان پیدا میکنه تا اکسیژن رو به تمام سلول‌ها برسونه.